از اونجایی که با مبینا تصمیم گرفتیم که باشگاه رو استارت بزنیم، اومدیم بیرون برای خرید. بریم که با هم برای باشگاه خرید کنیم. این کفش فروشی رو دیدم که روی کفشاش تخفیف گذاشته بود. از این سفیدا خوشم اومد. بریم داخل تا پروش کنیم ببینیم توی پا چجوریه. توی پا واقعا خیلی راحت بود و چون کفش طبی بود برای باشگاه خیلی مناسب بود. هم خیلی سبک بود و هم خیلی هم نرم. اینجا هم باز میکنه؟ تحت فشار آره دیگه هم خیلی راحت بود، هم که کفش طبی بود. پس گرفتمش. اینم از اولین خریدم. بعدش هم اومدیم اینجا که کلی کیفای شیک و قشنگ داره. از اونجایی که فقط چند روز مونده به تولد مبینا، میخواد که برای تولد خودش برای خودش کیف هدیه بگیره. اومدیم ببینیم که چیزی پسند میشه یا نه. مقصد بعدیمون سیتی سنتر بود که یک کرم پودر سیسی بگیرم. که دیدم کلا اینجا برق نیست، ولی خب بازم توی این بی برق تاریکی رفتم خرید کردم و کرم پودرمو گرفتم. و گنبدی اینجا رو میشناسن. وقتی حرف از خرید وسایل ورزشی میشه، اولین چیزی که به اسم اون میاد فیفا هستش. همه چی اینجا پیدا میشه. من فقط یه نیم تنه ورزشی با یه ساک ورزشی نیاز داشتم که از این نیم تنه واقعا خوشم اومد. همچین رنگی تا حالا نداشتم، پس گرفتمش. و خیلی دوست داشتم یه دونه از این سوشرتا داشته باشم، مخصوصا برای پیاده روی. یه دونه برداشتم با اینکه حدس می‌زدم سایزم نشه، اما خب گفتم بازم امتحان کنم که متاسفانه اصلا اندازم نبود. و بعدش هم چشم خورد به این حاله‌های گوگلی. اولی رو من انتخاب کردم، این سومی رو هم مبینا انتخاب کرد. من بریم سراغ ساک ورزشی که خیلی ساده مشکی انتخاب کردم که با همه چی قشنگ ست بشه. خواهرم مبینا تا الان 20 کیلو وزن کم کرده فقط با رژیم. حالا فکر کنم باشگاه رو شروع کنیم چی بشه. قرار باشگاه رو شروع کنیم. تا الان 20 کیلو کاهش وزن داشتم. حالا هدفم اینه که برسم به 60 کیلو. داشتیم رفتیم خونه که سر راه یه کافه خوشگل دیدیم. گفتیم بیا اینجا چای بخوریم خستگیمون رو در کنیم. من دیگه چیزی نمیگم، شما فقط زیبایی این کافه رو ببینید. مرسی از که تا پایان این ولاگ همراه من بودید. خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید و کانال منو هم سابسکرایب کنید. هفته 2 بار براتون ولاگ میذارم. فعلا شبتون بخیر.